به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بیننده ها و شنونده های عزیز و هموطنان عزیزی که بیننده برنامه های آوا یا افغان یودکشن هستند از هر درجه و کانالی و از هر جغرافیایی. امید که جور صحتمند باشن و سلام خاص و ویژه دارم مهمان عزیز ما که در این برنامه حضور دارن، بانو خدیجه هاشمی. سپاسگزارم از حضورتان، بسیار زیاد خوش آمدید میگیم شما را به برنامه. و در آغاز برنامه هستیم، میخوایم که از زبان خودتان یک معرفی کوتاه بشنویم تا بهتر بتونیم با هم صحبت داشته باشیم. تشکر از شما. سلام به شما، سلام به تمام عزیزایی که ما را میبینن. امیدوار هستم که هر جای از کره از خاکی هستین جور صحتمند و سرحال باشین. بنده خدیجه هاشمی هستم، 25 سال عمر دارم و فعلا در مزار شریف زندگی میکنم و خیلی دوست دارم واقعا که به طبقه اوناز یک خدمت کنم و یک دست کمک باشم به جامعه خود، به مردم خود، چرا که فعلا جامعه مردم خیلی نیازمند هستن، خصوصا قشر از اوناز که واقعا دوستشان دارم که حمایتشان کنم به هر نوعی که شده و اگر از نظر اقتصادی نتونستم کمک کنم، از نظر عاطفی معنوی میتونم یک درجه برشان کمک و خدمت رسانی کنم. تشکر، امید که موفق باشین انشالله. و از کارتان بگوین، در چی زمینه کار میکنین و فعالیت هایتان در چی عرصه هست و چگونه شروع کردین کاره؟ بسیار عالی. خب من مکتب خلاص ساختم سال 1399 بله. و بعد از او ادامه تحصیل دادن نتونستم و به می دلیل دیگر نشد پنتونم بخوانم، اما پنتون نخواندن باعث این نشد که مثلا من خوانندچی شم. برعکس خیلی کارهای من پیش رفت و واقعا خیلی رشد داشتم. در این مدت به صنفای شخصی زیاد دور پیدا کردم و از صنف سخنرانی شروع کردم. بعد از او خودم استاد شدم و بخش مدیریت یک مجتمعی را گرفتم و بعد از او در انستیتوت وارد شدم، بخش مدیریت و رزرپشن کارشان برام گرفتم و روی یک رادیو تلویزیون شدم در مزار شریف که مدت کوتاهی همراهشان هم کار بودم و بعد از او به مؤسسات خارجی را پیدا کردم، بخشای فرهنگی و اجتماعی آموزش، همین بخشای را پیش بردم. بسیار عالی. فعلا در کدام حوزه کار میکنین و مسیری که این راه را میرن فعلا و در حال رفتنش هستین و کار میکنین روش، چی باعث شده شما بیاین به این حوزه و به این مسیر کار بکنین؟ خب فعلا بخش نویسندگی کار میکنم، روی یک کتاب کار دارم خودم شخصا، کتاب از سکوت تا فریاد که انشالله بخیر تا دیگه سال قصد دارم او را بخیر تالیف کنم و همچنان درس میدم در بخش نویسندگی و در پالی از او کارهای دیگه هم هست که انجام میدم. مدیر عمومی یک مؤسسه هستم، انجمن بینش که مدیر عمومیشان هستم، بخش فرهنگی و نویسندگی هست، همراه اونا با همکار هستم و همچنان همراه مرکز تحقیقاتی کامگار همراه اونا هم همکار هستم که همه ما یک تیم هستیم و در بخش خرید فروش آنلاین کار میکنم و محصل سمستر 4 انستیتوت اسلامی هستم. بسیار عالی، بسیار عالی. چالش هایتان در اوایل چی بوده؟ در بحث نویسندگی شما ممکن بعضی چالش ها را داشتین و اینها را چه قسم حل می ساختین؟ بله خب هر کار شروعش بسیار آدم مشکل تمام میشه، خصوصا بخش نویسندگی که همیشه وقت انسان در ذهن خود بسیار تصویرهای زشت می داشته باشه از خود که من باید نوشته کنم کدام جنجال بر ما پیشه و ما باید که خانواده دوست آشنا مرا قضاوت کنه. این سوالایی است که در ذهن هر انسان خطور میکنه و بسیار طبیعی است. من از همیشه شروع کردم
که اول از ترسای خود شروع کردم. گفتم بیا خیر به ترسای خود یک ذره غلبه کنم، شاید بتونم نوشتیم خوب تر شوه. هم ادامه دادم، چند دوره صنفای نویسندگی را سپری کردم و آیسته آیسته فهمیدم که نوشتن واقعا در وجود هر انسان به شکل ذاتی ها می باشه، به شکل کسبی ها می باشه که نه، ما واقعا دوستش دارم، میتونم، یعنی توانایی نوشتن دارم، علاقه‌مندی بسیار زیاد به نوشتن داشتم و همین دلیل شد که امروز به نوشتن ادامه بدم. بسیار عالی، موفق باشین. این مسیر که بخیر انتخاب کردن و حالا روش کار میکنین بحث نویسندگی، در کجا بیشتر نشر میکنین و علاقمندای شما از چی طریق شما را میبینن و نوشته های شما را از کدام دریچه، از کدام پلتفرم ها یا از کدام برنامه ها؟ معمولا کسی که نویسنده هست حتما او را تا اندازه به نشر هم میگذاره، یا حضوری یا بالاخره در فضای مجازی. از شما چگونه هست؟ خب من خودم پیج شخصی دارم به نام برند مروارید سیاه که از خودم است و از انجمن ما انجمن بینش است که با اونا هم کار میکنم. از طریق انجمن بینش کارهای خود، فعالیت‌های خود انجام میتم و فعلا همین هفته آینده به خیلی دلوه یک کمپ نویسندگی داریم که کلا رایگان است، به خاطر دختر خانم‌ها و آقایان از فرق نمیکنه، کسایی که هدف هم است که یک خدمت به انسان داشته باشیم. بر ما روی جنسیت فرق نمیکنه، هم انسان بودن ما کافی است بر ما. روی موضوع کار میکنیم، بخیر کل برنامه ما رایگان است و از طریق اینستاگرام کار خود پیش میبریم، گوگل میت، تلگرام، واتساپ. بسیار خوب. علاقمندم بوده کسی از هموطنان یا بالاخره از دیگر مناطق و چقدر علاقمندی نشان دادن، بازخورد مثبت در چه حد داشته این؟ خب بخش نویسندگی واقعا بخش بسیار زیبا و دلنشین است که علاقمندای خاص خود زیاد داره. بله. اما همگی در دنیای خود دوست داره که یک نویسنده باشم به نظر من، بخاطر همگی چیز به گفتن داره. بله. اما بعضی ها شناخت نمیتونه درباره امو نویسندگی پیدا کنن، بعضی ها میخوان واقعا دنیا او را بشناسه و به همین دلیل روی میارن به نویسندگی. باز ما فقط یک چی میگم مسیر را برشان مشخص میسازه که خودشان دیگه در حال حرکت میشن و راه خود پیدا میکنن. بسیار عالی. چی گفتنی یا چی توصیه‌ای دارید برای دختر خانم‌های افغانستان، برای جوانای افغانستان که بیان به این مسیر علاقمندی دارن، توانایی دارن اما اعتماد به نفس ندارن یا امکاناتی اندکی دارن، در این زمینه یک گفتنی اگر داشته باشین؟ بسیار عالی. خب واقعا اگر ما روی شرایط بحث کنیم، شرایط تنها در افغانستان نه که تمام کشورها شرایط مناسب نیست. اگر ما پشت شرایط بگردیم هیچگاه شرایط خوب شدنی نیست. تا اینکه خود ما خوب نسازیم وضعیت خودم و اگر بسپاریم به قول دیگرها که میگن نصیب و قسمت، به این کلمه من واقعا بسیار مخالف هستم، چرا که نصیب و قسمت انسان در دست خودش است و او خودش است که تعیین میکنه که به کجا برسه و به کجا نرسه. بله. و ما واقعا جوانای امروز ما را میبینم که خیلی ناامید هستن، واقعا بسیار ناامید هستن. به این دلیل است که زیاد دوست دارم همراهشان کمک کنم. نخیر خواهر برادر، یعنی زندگی خلاصش فقط خوردن و خوابیدن نیست. درست از شرایط سخت است، قبل ما هم زندگی سخت بود، بعد ما هم زندگی سخت است، حالا هم سخت است دیگه. این سختیش باعث نمیشه که ما دیگه همیشه عقب نشینی کنیم. دیگر جایی از کره زمین که بریم الان شرایط نیست، دختران نمیتونن، بچه‌ها نمیتونن، خیر میتونن. الحمدلله دست تکنولوژی زندگی میکنیم، از داخل خانه کارهای خودم میتونیم پیش ببریم، از داخل خانه برنامه میتونیم ایجاد کنیم، درس میخوانیم، مثلا عاید پولی میتونیم داشته باشیم. از اونم کار آنلاین دیگه ای است که ما میتونیم انجام بدیم. شخصا من خودم خیلی دوست دارم همراه نهادهایی که داخل خارج هستن همراهشان هماهنگی کنم، با دختر خانم‌ها زمینه تحصیل فراهم بسازم و اگر انسان در جستجویش باشه طبعا که پیدا هم میتونه مسیرشه. بله بله. همین گونه که شما اشاره کردین که در اینستاگرام شما فعالیت دارین و نویسنده آنچه که می‌نویسین را اونجا نشر میکنین و علاقمند دارین، برای جوانا، برای دختر خانم‌ها چی گفتنی دارین که بیان از شبکه‌های اجتماعی، از اینترنت استفاده بکنن، استعداد خود نشان بدن و بیکار نشینن، اسمو مهارتی که دارن را نشان بدن از طریق فضای مجازی حداقل؟ بله دقیقاً. بله دقیقاً. از طریق اینستاگرام خیلی به درآمد عالی رسیدن، خیلی متن نوشته کردن، خیلی کارهای دیگه را یاد گرفتن.
واقعا عصر است که همه چیز امکانات داره. بله یعنی دست نیستیم که بگیم نی والا نمیشه، همه چیز فعلا امکاناتش هست. خب بعضی مسیر بلد نیستن، اگر خواسته باشن با ما همکار باشن انشالله ما برشون یک مسیر مشخص میسازیم. هر بخشی که باشه ما همراهشان همکاری میکنیم، حمایتشان میکنیم که واقعا خود باید بهتر بشناسن. و من جگر به این زیادتر خود میشه و از این زیاد رنج میبرم که شب و روز مردم ما ناحق قدر میرم. فقط پشت یک بهانه بودن که اون بهانه هم فراهم شد و هیچ کس نمیخواد تلاش کنن. و اگر زمینه کاری و شغلی بخواین ما برشان مساعد میسازیم، زمینه درسی بخواین ما برشان مساعد میسازیم، همراه مکتبا شناخت دارم انشالله برشان معرفی میکنیم. زمینه آموزشی است، کاری است، هر نوع بخشایی را که بخواین ما همراهشان همکاری میکنیم. بسیار عالی بسیار عالی، موفق باشین. حالا رضاکاری هم در بحث توسعه کشور، جامعه یا مثلا رشد فردی یک اندازه تاثیرگذار هست که مثلا کسی رضاکاری بکنه، مثلا هم جامعه خود میسازه یا همون محیطی که هست یا بالاخره کشور خود میسازه و هم یک تجربه خودش کسب میکنه، یک کارهایی یاد میگیره، میآموزه. و سال 2026 سال جهانی رضاکاری گفته شده. شما چی نظر دارین؟ جوانان افغان و دختران افغان در این زمینه چی نقش میتونن داشته باشن؟ بله خب واقعا کار رضاکارانه من خودم شخصا خیلی انجام دادیم و همون دلیل شده که من امروز واقعا گفتم میتونم که تمامی برم پیدا شده. اگر من کار رضاکارانه انجام نمیدادم و دنبال از میبینم که نه یک زمینه پیدا شده که من معاش داشته باشم، هیچ وقت فکر نمیکردم که من امروز در این جایگاه برسم و خود برسونم. این کارهای رضاکارانه بود واقعا مرا خیلی رسونده. من از 100% کارهایی که انجام دادیم 70%ش کلش رضاکارانه بوده، به خاطر تجربه خودم بوده. دلیلی نبوده. همیشه یعنی به نظر من پول نمیتونه انسان به هر جای برسونه. تجربه زندگی دیگران، فعالیت‌های مختلف میتونه انسان خیلی واقعا به جایگاه عالی‌تر برسونه و خودم خیلی کارهای رضاکارانه انجام دادم. دوست دارم به دختر خانم‌ها بگم یعنی خیر اگر مثلا عاید درست نیست، نه فعلا میفهم که مردم عاید ندارن، اما خیر یک تجربه خوب یاد میگیریم. شاید به درد خود ما بخوره. امروز اگر نشد فردا میشه، فردا نشد پس فردا حتما نتیجه میده کار ما. حداقل یک دستاورد داشته باشیم. ممنون از نظرتان. و در اینجا یک پیام اگر برای دختران داشته باشید، برای بانوهای افغانستان. خب من زیاد گفتنی از دختران‌های نازنین ما ندارم، فقط میفهم که واقعا پشت بهانه نگردین. اگر زندگیتان، آیندهتان به خودتان بستگی داره و خودم مسئول زندگیتان میدانین، پشت بهانه و شرایط و وضع اقتصادی و چیزا نگردین، به خاطر که همگی ما در یک کشور زندگی میکنیم، همگی ما در یک جامعه هستیم و هیچ کس از کس برتری نداره. دیگه پشتی بهانه نگردین. الحمدلله تلفن داریم، اینترنت داریم، بس خوب از راه درست استفادهش کنیم که یک نتیجه، یک ثمر ببخشه به سبای ما. بله بسیار عالی. و در این قسمت نظرتان درباره آوا یا همین افغان یوت اکشن که همکاران ما با شما تماس گرفتن، نظرتان درباره به افغان یوت اکشن یا پلتفرم آوا چی هست؟ واقعا من درباره آوا در بخش رضاکارانه‌اش اپلای کردم. دوست دارم که همراه تیمتان همکار باشم در هر بخشی که باشه، فرق نمیکنه بر من. دوست دارم که همراه تیم قوی یک جای باشم و قشر جوان ما را نجات بدیم، کارهای رضاکارانه کنیم که دیگران هم از ما و شما یاد بگیرن انشالله بخیر، که تیم ما بزرگتر شود و یک پلتفرم واقعا عالی، بسیار جذاب و خیلی برنامه مفید را به مردم پیشکش میکنم. تشکر. بانو هاشمی، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. خواهش میکنم. زنده و سلامت باشین.